رفقا خوش اومدیم به چنل ماریو. امروز اومدیم اکسپلور گردی. واو. آره دیگه یه چند تا ویدیو واسه هم دیگه از داخل اکسپلور آماده کردیم و قراره هیچ ریاکشنی به اون ویدیوها نشون اگه ندیم. رفتیم چی؟ اگه ریاکشن رفتیم دیگه برنامه بعدی رو هر کی که ریاکشن بیشرف قراره که با میکاپ حاضر بشه. بریم داشته باشیم. آها قبلش سابسکرایب، لایک، زنگوله، شیر، تو کامنت. معمول نمیزنیم ولی همه چی رو با هم بزنیم دیگه، یعنی تمام نکات خوب رو. اگه زدن این سری ریاکشن تو بیشتر رفتی، تو ویدیو بعدی میکاپ شدی. اگه اینو زدن منم میکاپ میکنم. میریم آرایشگاه زنانه میکاپ میکنیم. قبوله؟ خیلی خوش اومدین. اول با ویدیو کی شروع کنیم؟ سنگ از قیچی میکنیم دیگه. بکن. سنگ پالا نه. منم برای چیه؟ سنگ کاغذ قیچی، 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 سنگ کاغذ قیچی. دو سنگ کاغذ قیچی. با ویدیو تو بردی، با ویدیو تو شروع پس می‌کنی. تو قراره که ریاکشن خاصی نشون بدی. بله. و من میخندم به همشون. قهقهه. بچت میکنه منو هی منشن رد میدی کارو توی هدت پلیشه. بیگ آماده دوئل چاقال ردد ردمشن میتونی بنداش برس گاد برس میدی به داد برس گاد برس میدی چاک برس گاد برس آماداد بچس گاد برس. چرا دارم همچین کاری میکنم؟ میدونی دیدم یه چی افتادم تو یه کارای عجیب غریب میکنی و خودت میای میگی من چرا دارم این کارو میکنم. من کار عجیب غریب میکنم. یه موقع‌هایی حالا از دست در میره. فکر میکنی قرار شد کلیپ خنده‌دار بذاری، کلیپ چیزی مثلا چی؟ من نمیخندم. من نمیخندم. بگذره ایتالیایی الان. من نه اسپانیام. اینوری نمیای تو؟ چرا واقعا آگست شاید برم زلبازی یکی تو کامنت کنسرت دارم، شاید برم اون سمتی. کجا کنسرت دارم؟ ترکیه. فهمیدی چی شد؟ نه بی خیال بزن یه چند ثانیه بزن از اول. بگذره ایتالیایی الان. من نه اسپانیام. اینوری نمیای تو؟ چرا واقعا آگست شاید برم زلبازی کنسرت دارن، شاید برم اون سمتی. کجا کنسرت دارم؟ ترکیه. یورو داره میگه بیا اسپانیا، بعد چم عوض شد. خب داره به تو میگه من اسپانیام. اصلا تو چه بعد آگست چیه؟ ایف فامیلی غفاری. مرز یه ریاکشن رفت. بریم بعدی. حالا از 6 تا پستی که ما داریم تازه یکی رفت، یکی هم نرفت. اولین پستت معلوم بود تا آخر چی، حالا این خدایا. دست در رفت. خدایا ببین. خداوندا تو مال این حرفا نیستی منو بتونی چیز کنی. بخندونی. آره یه چیزی دیگه بریم برینیم. تبریک میگم. برینیم چیه؟ بریم ببینیم. برو بعدی. برای تو 26 نفر از اعضای خانوادت، همش هم گلایول. شانس آوردین ادامه دار نیست. همش هم میگه گلوی چه گلیه؟ گلوی چه گلیه؟ من نمیدونم. آبیه؟ نمیدونم. فکر کنم گلابی هستن. 26 گل. جعبر پدرت خوبه راستی. خیلی وقت آرزو نه خوب. داداش اینا چند؟ اینا داشت ناقابله، اینا نیم ساعته. داداش دیروز 20 دقیقه زدی. اصلا غیر ممکنه، اینا یه رو به خرید خودم خدا شده. آقا خب ده چیز دقیقه جدید بارانی بسازین دیگه. می‌خوره. چیزی که من میبینم ایشون نباید 5 ببینم. دقیقه مالیات که خیلی درد داره، خدا شاهد مالیات. عرضم به حضور این کارتونا 6 تاییه دیگه، 1 ساعت و نیم برای خودمون میفته. بالاخره ما هم یه 5 دقیقه سود نکنیم. 1 ساعت و نیم واسه یه کار. امشب 1 ساعت درگیرم. آخ با آی داری اینجور تا یه ساعت دیگه هم نمیرسیم. بیا رو کولم خود. یه لحظه یه سوال. الان با این خندیدن بقیه هم میتونن بخندن؟ تو چی دوست داری؟ نه نباید بخندی.
میبرم. تو مگه کمرت مشکل نداشت؟ من خیلی سنگینم، دیسک کمرت پاره میشه. دیسکام پاره نمیشه، رفاقت تا اون داره. کاپو بیا برید. یه چیزی بگم؟ بگو قربونت برم. از وقتی موهامو پیشتو کوتاه میکنم دیگه پیش جارشگری نمیتونم برم. جدی میگی اینو؟ به خدا. بگو میخوای منو. میخوامت. بگو دوستم داری. دوستت دارم. بگو عاشقم. عاشقتم. بگو دیوونمی. دیوونتم. بگو میمیری برام. میمیرم برات، خارتم، سگتم. داد بزن. صدای نوید محمد سلام خانم. سلام. آقای که اونجا نشسته شما وای. کدوم آقا؟ اجازه بده. لیموناده اندازش بود. میز چیه؟ میزم لیموناده قشنگ نصف تنشه. خوبه. یکی هم تا الان شد دوتا چیزی نیست که هیچی. شرط بذاری؟ امیر سلام، امروز میخوایم این تاپ توالیتی جذاب استفاده کنیم، با من همراه باشیم. بخیر خودت خلاص کن دیگه. خدایا شکر، خدایا هزار مرتبه شکر. بالاخره اگه زندگی بوداش زندگی شما چه بوی میداد؟ بوچوس میده، بوچوس میده. تخم خوردین زندگی با بوچوس. چرا رو صورتتو میکشونی؟ این شبیه یه کسیه که قرار بود شد ما اسمشو نگیم دیگه. نه این دیگه به این نخندیدم که به حرفت خندیدم. این دیگه نیست. حساب نیست. اوکی راست میگی. ویدیو من آدم من الان یهو داخل ویدیو باید اینجوری کنم. تو بگو من میخندم اصلا تموم شد. من خیلی خوش خندم. کدامون کیک بیش نیاده بسه؟ تموم شد؟ 5 ثانیه است. هیچی دیگه نبود؟ شجریان دوش داره کپی رایت میخوره. میخوای پلی میکنم؟ نه دیگه میگه همینه که همین خنده‌دار نبود. ویدیو تموم شد. 2 تا آره دیگه همینقدر. من فکر کنم میکنه نذاشتم. یا ابوالفضل تو بذار تو مال من یا بعد همون 2 تا ریاکشن رو برم یا نرم دیگه. از الان خودتو آماده کن واسه چی؟ رفتم ببین برای میکاپ شدن شده من واسه تو لباس عروس میگیرم، تو رو عروس میگیرم. لباس عروس رو بر تنم یعنی میکنی؟ آره دیگه آره دیگه. حالا بریم سراغ ویدیوهای من. ببینیم که علیرضا جان چقدر میتونه دووم بیاره. آماده ایدا؟ یا امام موسی کاظم از مسخره اینو فکر خیلی مسخرشه. وای دومیه رو آقای قاضی به نام خودم بچه پایی بودم دودن خونت میاد آب نمیدن. من بچه بودم بزرگ شدم آدیدات پیشیدن دستما آدیدات ساعت آدیدات پیشیدن گردمان آدیدات پیشیدن کلا آدیدات پیشیدن به نام خودم بچه پایی شلوار آدیدات پیشیدن کتونی آدیدات پیشیدن یالا مشالاش کن تو بگو. سنگ زدم به شیشه صدا نره قسم به شیر مادر دختر بپا نره من امضا اومد بالا دستشم بالا. نه ویلچر. Yes, hello. I was supposed to get a delivery of love and affection. گردمندش چجوری آدیداسه؟ آدیداسه. بیا مغازمون پلاک آدیداس برات میزنم. نه پلاک آدیداس چیه؟ میگه گردنبندم آدیداسه. همین دیگه مثلا این پلاک آدیداس اینجا پلاک نداره این 20 صاحب. این خودش هم آدیداسه مثلا. شکل آدیداس به جای یعنی اینطوری این شکلی. هر کی بهت گفت زورم زیاده بگو برو دستشویی. شبیه مرز میگی؟ برای چی میگی اینا رو؟ نیز میگی خودت بخندونی؟ گاوی؟ این تو همه پستاش همین کارو میکنیم دندون. نه اینو ندیده بودم. منظورم اینه که مثلا تک و توک پستای پوست
خندیدی؟ گفت شاید تموم شده خندیدی؟ ویدیو. درباره این بود خندیدی؟ ویدیو تموم شده است. خندیدی؟ این دیگه به ویدیو خندیدی دیگه خندیدی. آقا از اول زدی. یک داداش دو تو یک 6 تا دیگه ویدیو دو داری. یک دو یک برای دو چی دو یک یک؟ دو یک دو یک دو یک تموم دو یک، شده بود دو یک. ویدیو. دوباره شروع شد خندیدی. آقا اگه میشه تو از اول به شروع کنی دوباره یه ویدیو رو. چرا خیلی تکرارش می‌کنی؟ دو بگو. دو یک. من بازی نمی‌کنم. خیلی خوب آقا دو بچه شده. اشکال نداره. چطوری؟ شاید این اتفاق برای شما هم افتاده باشه، اما اگر این اتفاق برعکسش بیفته چی؟ چطوری؟ واقعا توقع نداشتم. گفتم الان مثلا این میاد به جای اون یکی رو میزنه و اون یکی وای میسته که بخوره، ولی نمی چیز یعنی بزنن دم باسنش برعکس. لرزشش رو دیدی؟ آقا دختری که مقصر باشه وقتی تو بزنه زیر گریه دیگه تو مقصری. لا معذرت خواهی میکنی؟ تو خدا. گفت فلش دیگه سکته مغزی کرده گربه. تو دور چرا میشاشی؟ این دیگه بند نمیاد. این دیگه بند نمیاد. تموم شد. بریم بعدی. داره فنر میده. یه دست داری میشد. اینو به خطی تا یاد بچگی تو میافتم. من بچگی راه نمیدادم. این من توی بودم چیزی میگفتم از مغازه میدویدم بیرون. بچگی بس دوست بودی. من موشتو گرفتم. ADHD دارم. موشتو گرفتم. چه کاریه؟ سن سالش دارم خجالت بکشه. زشته دیگه این کار. خب مغزشون توه دیگه، فرمونش از اون توه. واسه همین میگه که بیا اون تو. راست میگه این بر راهه. اینم ساک ظاهراست. ببینین چقدر قشنگ داره که حاج آقا میگم حسین قشنگ ساک بزنه. میومدی بیرون اون قشنگ به خدا میتونه به هر حال انقدر قشنگ انقدر قشنگ میچینه که دونه دونه همه رو پای سر هم دیگه. اینا رو این ساکا رو شما زدی؟ این ساکا رو شما زدی؟ چی؟ چشم نزنم؟ الهی حاجا ساک زدن شما رو دارم چشم میزنم. میگن چشم نزنید. من چرا نمیخندم؟ این از فکر کنه تو رقابته. این الان ویدیو خودش فکر میکنم بخنده. علیرضا خیلی خوب داره. علیرضا جان. آره ما اتوبوس که مثلا میرفتیم مشهد ساکا رو من براشون میچینم. میدونی کیه دیگه این زنه؟ نه. پیج اوت کنو براش پیش مثلا گل میفرست. وای اینه؟ دروغ میگی. تو با این چت میکرد. شوگر مامین بود یه مدت. اگه نمیدارم فیلم میگیرم جای دو رد میشی میری بابا. واقعا لباشو داره میبوسه. من نمیبینی داره فیلم میگیره. چه دور به نگاه میکنی؟ من دقت کردی چند به چندیم دیگه؟ 2-2 3-2. چرا 3-2؟ تموم شده بود دیگه. شرطی بندی 3-2. ویدیو تمام شده بود. من اصلا نه رچ گو اولیو دقیقا مثل سومی. یه چیز بگم. داور امیر قبوله. هرچی امیر گفت. این از فکر کنه تو رقابته. این الان ویدیو خودش فکر میکنم بخنده. علیرضا خیلی خوب داره. علیرضا جان. آره ما اتوبوس که مثلا میرفتیم مشهد
یه رو پیش همسرم هستم چنان منو سرشار میکنه و به هم انرژی میده که نیازی ندارم مثلا حالا کار 3 ساعت با هم بودن رو میکنه. کیفیت رابطه است. ببخشید یه موقع بیادبی نباشه ولی شوهرتون فست شارژ 23 ساعت و 45 دقیقه دیگه هیچی. 1 رو با هم تموم. مثل من عیرزا دیگه 23 ساعت و 45 دقیقه دیگه رو اصلا هیچ. عیرزا جان باختی دورت بگردم. ببین من چیز ولی حالا جدا از رقابت و این چیزا من داشت اصلا رفاقت حالیم نمیشه. رفاقت چیه؟ ویدیو تو تموم شده بود بعد من خندیدم اصلا. یکی از ویدیوهای تو هم تموم شده بود من خندیدم. آقا داور امیر دیگه بچت میکنه هی منشن رد میده کارام توی هدت پلیشه. بیگ آماده دوئل چاقال رد دد ردپشن. اینم از ویدیوی ما. ما دیدین چقدر خندیدیم پاره شدیم. برنامه بعدی سناریو بود دیگه. ایشون دست منو میگیریم میبریم میگه میکاپ کن. از مراحل آرایشگاه زنونه هم ویدیو میگیریم تو ویدیو بعدی میذاریم. من مشکل ندارم. همینه. لایک و سابسکرایب و نمیدونم کامنت اینا رو نمیکنین ما بدبخت میشیم.